سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست وکیلان دفاع و خبرنگاران زندانی را فوراً آزاد کند. چرا نقبی که رئیس جمهور آن را 4 ماه پیش باز کرد هنوز بسته است؟ قضیه تولد کردن یک دختر 14 ساله در ولایت اقتپه قزاقستان جنجال برانگیز شد. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی رادیوی آزادی را با خبرهای اخیر از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهاد شما میکنیم. امروز 22 اکتبر سال 2025 است. اتحادیه اروپا از شرایط کار خبرنگاران، حامیان حقوق و جامعه شهروندی ابراز نگرانی عمیق کرده از مقامات تاجیکستان خواسته است برای ثبت نام دوباره سازمان‌های جمعیتی که اجباراً از کار ماندند امکان فراهم آورد. این و مسائل دیگری وابسته به حقوق بشر از جمله حقوق زنان، خشونت و منع تبعیض در تاجیکستان از موضوعهای کلیدی بودند که در مکالمه 15 اتحادیه اروپا و تاجیکستان مطرح شدند. مکالمه روز 17 اکتبر در بروکسل گذشت. بیانیه رسمی دفتر اتحادیه اروپا در این باره روز 21 اکتبر نشر شد و در آن گفته می شود که این سازمان با پیشنهاد فهرستی مشخصی حامیان و وکیلان دفاع و خبرنگاران زندانی طلب فوری رهایی آنها را کرده است. این نهاد از نبود پیشرفت در مسئله حقوق انسان در بدخشان نگرانی کرده از مقامات تاجیکستان دعوت نموده است که با اقلیت‌های پامیری مکالمه باز تشکیل کند. در این نشست از پیشرفت در تهیه قانون‌ها درباره حقوق انسان هم یادرس شده تاکید کردند که مهم است تا دولت تاجیکستان قانون‌ها را با ثمر اجرا کند. نظر مقامات تاجیک در این باره معلوم نیست. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی و تطبیق با موفقیت GCP بر رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در تاجیکستان سخت وابسته است. اتحادیه اروپا یکی از شریکان اقتصادی تاجیکستان است و عین زمان از کمک‌رسان‌های اصلی کشور به حساب می‌رود. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بارها از رهبران اتحاد خواستند در عوض کمک و دستگیری طرح‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان از حکومت رعایت حقوق انسان و تحکیم دموکراسی را طلب کنند. شب 21 اکتبر زلزله شهر دوشنبه و گوشه‌های دیگری تاجیکستان را تکان داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به خدمات گئوفیزیکی اکادمی علم‌های ملی تاجیکستان خبر داد که زلزله ساعت 23:14 به وقت محلی رخ داد. با اطلاع منبع مرکز زلزله حدود افغانستان بوده. قوه زلزله در آن 5 درجه، در ناحیه اشکاشمی بدخشان تاجیکستان 3-4 درجه و در شهر دوشنبه 2-3 درجه را تشکیل داده است. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان زمین لرزه، خسارات و تلفات جانی در پی نداشته است. همزمان مرکزهای زلزله شناسی جهان مرکز این زمین لرزه را کوههای هندوکش در افغانستان و نیروی آن را 5.1 درجه گفتند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که زلزله برخی از منطقه‌های این کشور را نیز تکان داده است. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. هر سال در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منازل ساکنان ویران می شود. نقب تاجیکستان در ناحیه درواز 4 ماه پس از گشوده شدن هنوز در حال تعمیر است. این نقب را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 25 ایونی سال جاری به استفاده داده بود. از مراسم گشوده شوی نقب تلویزیون‌های کشور خبر داده تاکید کرده بودند که گشوده شوی نقب ماشین گذر در روحیه ادانه صورت گرفت، اما با گذشت 4 ماه ساختمان آن دوام دارد هنوز و بر روای نقلیات اجازه دادن نمی شود. نقب مذکور در قسمت شاهراه دوشنبه مرز چین در حدود ناحیه درواز کنده شده است. قسمت راه درواز تا دروازه روشن در شاهراه دوشنبه مرز چین از 92 کیلومتر عبارت است و با بیشتر از 200 میلیون دلار سرمایه چین ساخته شده است. مسیر قطعه قلعه خمونج تا دروازه روشن راهی از همه دشوارگذر در مقیاس جمهوری بود. گذشتن از طریق نقب روای ساکنان را در این قسمت راه آسان و بی خطر می‌کند و اکثریت بی‌صبرانه آن را انتظارند. اما حالا آنها میگویند اکثرا ماشین‌ها از راه قدیمی می‌گذرد. معلوم نیست نقب کی پورا باز می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استرداد یک گمانبر جنایت بر روسیه را تصدیق کرد، اما در یک بیانیه رسمی گفت رفعت سلطانوف گمانبر در سوءقصد به جان همسر تاجر تاتارستانی زاده و شهروند تاجیکستان نیست. روز 20 اکتبر خبرگزاری ریال ورمیا گزارش داد که رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان 14 اکتبر بعد سوءقصد نافرجام به جان ایرینا شویروای 34 ساله همان شب به تاجیکستان فرار کرد.
کرده است. این رسانه با تکیه به وزارت کارهای داخلی روسیه نوشت سولتانوف در وطنش بازداشت شده است. رادیوی آزادی با تکیه به سامانه ریالنه وریمیا این خبر را نشر کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 21 اکتبر در واکنشی رسمی نوشت سولتانوف رفعت رستموویچ شهروند روسیه ساکن شهر قزان است. وزارت تصدیق کرده است که سولتانوف بعد سوءقصد به جان شویرو به تاجیکستان فرار کرده با درخواست جانب روسیه بازداشت و به آن کشور استرداد شد. مقامات روسیه درباره شهروند کدام کشور بودن رفعت سولتانوف رسما چیزی نگفتند. رفعت سولتانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. قضیه تولد کردن یک دختر 14 ساله در ولایت اقتیپای قزاقستان جنجال برانگیز شد. بنا به فرضیه پلیس خواننده صنف 9 از همخانه مادر کلانش کودک تولد کرده است. از حامله بودن دختری نورس مکتب و نزدیکانش در ماه‌های اخیر بارداری آگاه شدند. ساکنان از آن در حیرتند که چطور مادر نابالغ و اطرافیان یگان علامت آبستنی او را پی نبردند. حامیان حقوق بر اینند که این مشکل خیلی کلانتر از آن است که به چشم می‌رسد. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی. از حامله‌دار بودن دختری 14 ساله در اقتیپا ماموران مکتب هفته پیش آگاه شدند. دخترک وقتهای اخیر با پوشیدن لباس واسع برتری میداد یک بار از درد شکم شکایت کرد. ضمن تشخیص پزشکان اول خلاصه کردند که او گرفتار آموس خولگی‌های شکم است، ولی بعد معلوم شد که باردار است. او را به بیمارخانه بردند و آنجا تولد کرد. نشریه آردا کیز در جای حادثه با پزشک محلی صحبت کرد. از بس که شبهه‌ناک بود دکتر زنانه را دعوت کردیم. احتمال آبستنیش را سنجیدیم. تشخیص اوزه را دیدن و زود همش معلوم شد. او را در شعبه زایمان خواباندیم و او زود تولد کرد. پسرچه 2 کیلو و 770 گرم. همه چی به مشکل گذشت. بسیاریا به اندیشه میروند که چرا والدان و مکتب از بارداری دختر بخبر ماندند. آموزگاران میگویند در رفتار و ظاهری خواننده یگان دیگرگونی دیده نمیشد. در درس‌های تربیت جسمانی میپرید و میدوید و در کنسرت‌ها شرکت میکرد. مقامات شعبه معارف به سنجش واقعه پرداختند. در این قضیه اکثریت را نه زاییدن یک دختر نابالغ بلکه آن به حیرت آورده است که با فرضیه پلیس پدر کودک همخانه بیبی دخترک بوده است. وی از شوهرش جدا شده بود. چون خانه نداشت ما او را در نوبت گذاشتیم و آخر سال گذشته به وی خانه نو دادند. من هم خود زن و هم آدمی را که با او زندگی دارند خوب میشناسم. ما هم از این حادثه به وحشت افتاده ایم. انا ریل رهبری مرکز بحرانی کارگاه میگوید تجاوز شدن نابالغان از سوی خویشاوندان دور و نزدیکشان پیوسته رخ میدهد. در یک هفته اخیر این دومین حادثه در اقتیپا است. چند روز پیش در ولایت ترکستان نیز چنین حالت آشکار شده است. انا ریل بر این است که ریشه همه این مشکلات اجتماعی است. آدمان مجبورند چند عائله در یک خانه زندگی کنند و وقت و امکانیتی نگاهبینی و نظارت کودکان را ندارند. من ضد آنم که آدمان سن و سال گوناگون در یک خانه زندگی کنند. چرا؟ چون که حمام عمومی کم و حجره ها خردند و در یک جای تنگ آدمان سن و سال مختلف زندگی می کنند. آنها مجبورند در نزد همدیگر لباس عوض کنند، گردند. امکان ندارد که آزار جنسی یا تجاوز پیش نآید. ولی البته اگر زن از سحر تا بگاه در کار باشد و فقط کودکش را هنگام خواب می بیند و ممکن است از این حالت آگاه نشود. پلیس پدر 62 ساله نوزاد را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست او را به چه گناهکار می‌دانند. همچنین روشن نیست که آیا در پرونده قضیه تجاوز به ناموس دخترک هم جای دارد یا نه. سر از 1 نوامبر خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان به تعطیل تیرماهی می‌روند. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان 4.1 در مکتب‌های کشور 31 اکتبر به آخر رسیده. مکتب بچه‌ها از 1 تا 7 نوامبر استراحت خواهند کرد. این نهاد سالهای اخیر در تعطیل برای خوانندگان رویخط کتاب‌های بدیعی را برای مطالعه توصیه می‌دهد. امسال وزارت از پدر و مادران دعوت کرده است که در تعطیل تیرماهی نظارت را بالای فرزندان جدی کنند تا از تلفن موبیل زیاد استفاده نبرند و آواره‌گردی نکنند. در این قسمت برنامه بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 اکتبر را فرا می‌گیرد.
22 октябри соли 2011 дар сафараш ба тоҷикистон котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Ҳиллари Клинтон дар мулоқот бо президент Эмомалӣ Раҳмон қазияҳои маҳдуд шудани озодиҳои мазҳабӣ ва матбуотро дар миён гузошт. ӯ гуфт ҳар кас ҳақ дорад ки фароизи мазҳабии худро озодона иҷро намояд ва рӯзноманигор бояд озод бошад ва вазифаи худро бидуни ягон тарс иҷро намояд. ӯ гуфт риояи озодиҳои шаҳрвандӣ як роҳи ҷалби сармоягузориҳо ва мубориза бо фасод мебошад. октябри соли 2009 вазорати молияи тоҷикистон гуфт ҳукумат қарор кард саҳмияҳои нейругоҳи барқи обии Роғунро ба фурӯш гузорад. дар ҳоле буд ки мақомот натавонистанд барои сохтмони ин тарҳи пурхарҷи азим сармояҳои Русияро ҷалб карда бо мухолифати шадиди Узбекистони зери назари Ислом Каримов рӯбарӯ буданд. саҳмияҳо аз январи соли 2010 ба маблағи $189 миллион фурӯхта шуданд ва мақомот гуфтанд мардум танҳо пас аз анҷоми сохтмони нерӯгоҳ метавонанд ба фоидаи он умед банданд. октябри соли 2009 мақомоти Душанбе гуфтанд кӯчаеро дар пойтахт ба номи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Абдулло Назрӣ номгузорӣ мекунанд. овозхон ва рӯшанфикри тоҷик шогирди Акашариф Ҷураев зодаи ноҳияи Дарвоз буд ва дар 76 соли умраш бо иҷрои таронаҳо дар сабки мавригӣ шӯҳрат ёфт. бо таронаҳои Сиёҳчашм, Дилбари ҷон ва дигарҳо маъруф шуд ва роҳи ҳунариашро писараш Давлат Назрӣ идома дод. субҳи имрӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон $100 амрикоӣ 920-921 сомонӣ арзиш дорад. 1000 рубли русӣ ба 113 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. барномаи навиди бомдодиро медидед. хабарҳои дигарро дар идомаи рӯз аз сомонаи радиои Озодӣ ва саҳфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфту мутолиа кунед. хайр, то мулоқоти дигар.